میدونستی جواهرات طبیعی در جهان هست که ارزش اونها از بعضی ملک‌های لوکس و حتی ویلاهای ساحلی هم بیشتره؟ توی این ویدیو 10 مورد از گرونترین و نادرترین جواهرات طبیعی موجود در جهان رو بهت معرفی میکنم که حتی ثروتمندترین افراد هم توان خرید اونها رو ندارن. پس با من همراه شو تا با هم به دنیای رویایی و خیره کننده جواهرات طبیعی بریم. شگفت انگیزترین و خارق‌العاده ترین جواهرات طبیعی موجود در جهان رو بهت معرفی میکنم که احتمالاً تا به حال چیزی در مورد این جواهرات نشنیدی. تو چقدر حاضری برای چنین جواهراتی هزینه کنی؟ جواهر شماره 1، الماس حب. این الماس آبی رنگ یکی از نادرترین و گرانترین الماس‌های جهانه که ارزش اون 200 میلیون دلاره. 2. گردنبند جیدیت نکلس هاتن، یکی از گرانترین آثار جواهر ساخته شده در جهان که شاهکار جواهرسازیه. در سال 2014 این گردنبند به فروش رسید و رکورد بالاترین قیمت پرداختی رو داشته برای یک قطعه جواهراتی از جنس جیدت. شامل 27 تکه جیدت با کیفیت بسیار بالا توی اندازه‌های مختلف که طراحی ظریفی داره و به هم دیگه متصل شده و متعلق به خاندان سلطنتی روس‌ها بوده. 3. الماس پینک استار، الماس ستاره صورتی که یکی از گرانترین الماس‌های رنگی در جهانه. به قیمت 71 میلیون دلار به فروش رفته. 4. یاقوت بزرگ، یاقوت قرمز رنگی با وزن 165 قیراط، ارزشش معادل 18 میلیون دلار. 5. اوپال آتشین با رنگ‌های زیبا و کمیاب و چشم نواز که به قیمت 13.5 میلیون دلار معامله شد. 6. الماس سفید که بی‌نظیرترین و گرانترین الماس خام در جهانه که با ارزش بالغ بر 35 میلیون دلاره. 7. الماس آبی اوپنهایمر، الماسی آبی رنگ که از بزرگترین و ارزشمندترین الماس‌های آبی رنگ در جهانه. وزن اون 14.62 قیراطه و رنگ آبی عمیقی که داره به ندرت یافت میشه در بین الماس ها و بسیار شفاف و چشمگیره. 8. لعل کوه نور، این لعل قرمز رنگ با وزن 105.6 قیراط، ارزش حدودی اون 70 میلیون دلاره. 9. یاقوت طلوع آفتاب، یاقوتی سرخ رنگ به وزن 25.59 و قیمت اون نزدیک به 31 میلیون دلار. این رکورد قیمت برای یک یاقوت سرخ بی‌سابقه است و نشون میده که سنگ‌های قیمتی رنگی مثل یاقوت‌ها توی بازار جواهرات بسیار ارزشمندن. یاقوت سرخ رنگ درخشان و بی‌نقصی که به دلیل کمیابی و زیبایی که داره یکی از گرانترین سنگ‌های قیمتی جهان شناخته شده. یاقوت‌های سرخ بسیار نادر هستند و تنها 1% از کل یاقوت‌های استخراج شده در کل جهان یاقوت‌های سرخ که شفافن و فاقد هر گونه ناخالص. 10. الماس صورتی گراف که وزنش 24.78 قیراطه و قیمت اون 46.2 میلیون دلاره. رنگ صورتش بسیار نادره و ارزشمنده در بین الماس‌های دیگه. از معادن آفریقای جنوبی استخراج میشه و توی سال 2010 این الماس توسط لارنس گراف یکی از برجسته‌ترین جواهرسازان جهان خریداری شد. بزرگترین الماس صورتی رنگ در کل جهانه و فوق‌العاده زیباست و درجه خلوص و شفافیتش بسیار بالاست. علاقمند هستی بیشتر در مورد گرانترین ها و نادرترین های جهان بدونی؟
ویدیوهای بعدی برات هیجان انگیزتره.